واقعا ظلمه تو این شرایط و قیمت ها مودم دیگه روشن نشه و بدون اینترنت بمونی. مثل این مودم که هر چی کلید پاور رو میزنی مودم روشن نمیشه و چراغاش نمیاد. حالا راه حلش چیه؟ اول اینو بدون که اکثر مودمایی که روشن نمیشن آداپتورشون سوخته و خود مودم سالمه. قبل از خرید آداپتور حتما ولتاژ روی آداپتور رو بخون که این آداپتور الان 9 ولت 1 آمپره و همینطور ولتاژی که پشت مودم مینویسم خیلی مهمه که این مودم 9 ولت 6 دهم آمپر نیاز داره که این آداپتور براش مناسبه. حالا مودم رو از برق جدا میکنیم و آداپتور جدید رو وصل میکنیم به مودم. حالا مودم رو روشن میکنیم. بله و مودم شروع میکنه به کار کردن. حالا اگر آداپتور سالم بود و مودم کار نکرد، اول آداپتور رو جدا کن تا برقی توی مودم نباشه. بعد مودم رو برگردون و 2 تا پیچ دقیقا پشت مودم هست که باید با پیچ‌گوشی 4 سو ریز بازش کنیم. حالا قابو بردار و بذار کنار تا به برد اصلی برسی. یک کلید پاور دقیقا اینجا کنار برق ورودی هستش که بعد از چند سال توش کثیف میشه و سولفات میکنه و دیگه نمیتونه مثل قبل اتصال رو برقرار کنه. حالا راه حلش چیه؟ یه اسپری خشک 600 برمیداری و داخل کلید اسپری میکنی. بعد از این که اسپری کردی پشت سر هم چندین بار کلید رو فشار بده تا داخلش خوب تمیز بشه و هرچی سولفات توشه از بین بره. حالا ثبت میکنی تا این خوش بشه و اتصالی نکنه. اگر به الکترونیک و تعمیرات علاقه داری پیجو داشته باش چون اینجا کلی نکته آموزشی داریم.